فساد در ایران سیستماتیک نیست، نه اتوماتیکه، پیشرفت کرده دیگه، اتوماتیک دنده‌ای نیست، اتوماتیکه. ببینید این خانم شینا انصاری درخواست تامین اعتبار کرده برای سفر به برزیل. به کی نامه نوشته؟ به آقای پورمحمدی رئیس سازمان برنامه بودجه، نامش دست منه. نوشته که آقا رئیس جمهور دعوت کردن برای کنوانسیون تغییر اقلیم در برزیل، ایشون منو معرفی کرده، حالا من میخوام برم به جای ایشون دیگه. چقدر میخوام؟ 5 میلیارد میخوام. 5 میلیارد بابا، 5 میلیارد بلیت رفت و برگشت به برزیل زیر 500 میلیونه. تو 5 میلیارد میخوای باید چیکار کنی؟ هزینه‌های خرید و سفر و فروشگاه اینا رو میخوای بگیری. بعدشون گفته که میدونن این ردیف بودجه نداره، 2 روز مسعود، 2 روز ردیف بودجه نه. از هر جا که از هر ردیفی که میتونی تهیه کن بده بریم، حوصله نداریم بابا. آقای پورمحمدی پول بده، وقت ما رو نگی، بریم بابا، میخوام بریم. 5 میلیارد چیه بابا؟ جلو هر کی بذاری قرض میکنه. ببینید فساد الان چه جوریه. فساد یه جوریه. الان قلا رو ما فتح کردیم، الان دماوند که فتح کردیم رفتیم سراغ کلیمانجارو. ببین یه سری تو دولت و تو کشور پخشن مدیرا، اینا رفتن سر قلای کلیمانجارو، برفم اونجا هست، اونا اونجا دارن خوب میخورن و فلان و اینا، اصلا قوقا کردن واسطدن اونجا. یه سری تو وسط های قلن به اون بالایی ها بگن که الو بیا پایین بابا، بسه دیگه، تو اون بالا بسه، بیا پایین، نوبت ماست، بیا قله پایین. اینا میخوام برن سر جای اونا رو بگیرن، اونا بیان پایین. یه سری تو سینه کش واسطدن، اینا به وسطی ها میگن آقا برو بالا دیگه، برو اونجا واسطی، برو قله رو تو بگی ما بیان جای تو. یه سری هم تو فکر این هستن که بیان تازه تو سینه کش شروع کنن به دزدی و چپاول. اصلا کلا سیستماتیک، اصلا اتوماتیک، همین جوری اصلا داره زایده میشه پشت سرم. اینقدر خلافکارم ما تو زندگیمون ندیدیم. آقا مقام اول در دنیا فساد مال ماست، هیچ کم نمیتونه. رفتیم کلیمانجارو گرفتیم، چند سری هم واسطن منتظرن اونا بیان پایین، اینا برن سر جاشون. الا برکت الله، دست درد نکنه.